چرا زنان قاجار چاق بودند. طایفه قاجار آخرین سلسله ترک‌تبار حاکم بر ایران بودند که حکومت آنها به دست رضاخان پهلوی برانداخته شد. در زمان قاجار نیز مانند سایر طوایف ترک زمامدار حکومت ایران، چاقی یکی از ملاک‌های زیبایی و دلربایی زنان به شمار می‌رفت. البته این مسئله در زمان قاجار به اوج خود رسیده و مردان قاجار بیش از سایر سلسله‌های ترک به این موضوع اهمیت می‌دادند. همچنین نقل کردند که روزی یکی از اشرافزادگان اروپایی در این باب از شاه قاجار سوال می‌کند و جویای علت می‌شود که چرا زنان چاق در دید او زیباترند و شاه قاجار در پاسخ می‌گوید شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت می‌ستانید یا استخوان؟ در میان همین زنان چاق علاوه بر شکم بزرگ، داشتن قبقبه یکی از مهمترین زینت‌های زن به شمار می‌رفته است و باز نقل می‌کنند انیس‌الدوله که زیباترین زن عهد قاجار بوده است دارای قبقبی بسیار بزرگ و به اصطلاح 7